سراغ آماده سازی ویدیو. وایسا. اصلا اینجا صاف پیدا کنم. ای بابا بابا ای بابا یه ذره اینا رو این برتر بابا بره حالا یه سنده میذاریم اینجا. حالا یه دونه از اینا میذاریم اینجا، یه دونه دیگه هم میذاریم اینجا. چه کار نکرد؟ آها بله، چون باید بذاریم اینجا، دیگه هم باید بذاریم اینجا. باید کار کنه دیگه. که اینجا نیست، باید کار کنه دیگه. نه امکان نداره، امکان نداره، امکان نداره. خب الان آها فهمیدم. من گرفت ببینیم دیوایس رو ببینم. الان باید یه دونه از اینا بیاری. کاربالت بابا اینجا غلط کردی تو. برده منی باید بری اونجا. ببینم آقا من باید اینجا چکار کنم؟ من این بلدم میدونی. من این دیگه آقا ولش کن. چیز مانکره اول من میتونم مود بسازم. آره من میتونم مود بسازم. با چه برنامه؟ الان بهت میگم. گلناز چیه؟ الان بهت میگم. اسهلم. بذار اینو اول بکشم. ولش کنیم. بریم سراغ ویدیو. آقا این برنامه بهش میگم مام صورت. آقا نه بگو حالا چرا گذاشتم تو ادیت؟ چون میتونی ماینکرافت رو ادیت بزنی دیگه. آره دیگه میری توش میگه من اومدم بالا. و این بالا نمیومد. کاش که بالا بیاد. آقا ویدیو جان مادرت بالا بیاد. جان مادرت. بچه برنامه آورد. بعد دوستم بهم زنگ زد. رفتم الان اونو جواب بدم. چی زنگ میزنه به من؟ تربیت. خب آقا مثلا الان ما مثلا بلاک رو میزنیم. بعد چنگو میزنیم توی قسمت تکسری. حالا ما اینجا بلاک مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم. حالا من یه دایی محمد انتخاب میکنم. مثلا من میخوام دایی محمد نبا سیاه کنم.
اصلا شبیش نشد، ولی من میخواستم کامل ترین چیزی که بلدم در موردشو بس ای من این دو تا بلاک اینجوری میای بالا و این. حالا ما که وقتی این مودو ساختیم این سیو میزنیم، البته سیو بعد تیکو میزنیم. ای بابا ببینید چجوری میسازه بلاک دایموند چجوری ساخته میشه. فهمیدم آقا، فهمیدم چجوری ساخته میشه، الان بهتون میگم. بچه ذهن مریض من رو ببینید، این قبلا اینو میساختن بعد مثلا میگفتن واقعیه. حالا اسمشو میذارم نو، نمیدونم یوتیوب گیر نمیده یا نه. نو میزنم وای نازی اسم دیست یوتیوب، نازی دیست دختر، اسم شو گاد. آی خدا، اسمشو میذارم ناز، اسمشو میذارم ناز. حالا بابا تبلیغ چی میگه؟ حالا ما اینو میزنیم، یه عکس میریم انتخاب میکنیم. ما اینو انتخاب میکنیم. گالری من معلوم شد، اشکال نداره، برای مهم نیست. ناز من ورژن 112. حالا ما این دکمه تیکو میزنیم. میگه فکر کنم برای اینا نمیخوام. چی؟ بابا بچه من راهشو فهمیدم، بعد اینجوری یه چیزی بزنی بره. حالا آقا بچه حالا ما اینو میزنیم ایمپورت تو گیم. چوسی. حالا ماینکرافت رو میزنیم، این تو بازی ماینکرافت. بابا نمیخوام آپدیت کنم. بچه ها وایسا، یه ورد کریتیو میسازیم اینجا. بعد حاجی مود من اینجا اضافه شده. حالا اینو میزنی، بعد میری تو بازی. حاجی نگاه کن و صحنه دلانگیزه عالی. آقا عالی، میخوام یه چیز خفن بهتون نشون بدم، یه چیز شاهکار. ببین شاهکاره نکن. الان یه چیز شاهکار نشونتون میدم. شاهکار. بذاریم اول ورد لود شه. حالا بچه ها ما حالا میریم سراغ اون بلاک خوشه اضافه شده، بلاک ناز. و حاجی پشیمام. من نکن، میخوام یه کاری هم تست کنم. حاجی بر من تا حالا نمیومد. ببین شانس شما گرفت، عجب شانسی دارید یعنی. البته ما یه دونه بلاک ناز داشتیم تو این بازی، ولی حالا بابا سنگ مگه نباید این ور باشه؟ بیا بلاک سنگ با یه بلاک. فکر کنم الان کسی منو فهمید. نگاه کن، سروایول کردم. اینو میزنم زمین. حالا روش یه دونه اینو میزنم و یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا،
بذارم اینجا. یه ذره اینجا هم باشه. اینجا یه ذره اینجا. بذارم اینجا و یه دونه هم اینجا. همین بود دیگه. نکنه همه باید یه دونه باشن. درسته دیگه. نه 23 تا باید. صدا گربه چی میگه؟ آقا اینم. آقا مگه میشه من همین گذاشتم. آقا فکر کنم تو سروایول نمیتونید گیرش بیارید چون آره دیگه چونی چون آره دیگه. آقا خدا کنه بشه. البته ربطی هم نداره آجی. فکر نکنم بشه. جان مادر فقط بشه آجی. نشه نمیشه. ما کمک کنید. کمک آجی نمیشه. من همین کار کردم دیگه. مگه میشه؟ اینا مگه این بلاک نیستن؟ حاجی باگ خورده؟ نمیدونم حاجی. ویدیو هم اینجا به اتمام میرسه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدی. تا ویدیو بعد خداحافظ.